لحظاتی قبل روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد در اواخر شب گذشته ارتش متجاوز امریکا یک نفتکش ایرانی را در حوالی تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه هوایی قرار داد که این نفتکش از محل موتورخانه دچار خسارت گردید. در پاسخ به این تجاوز و نقض مقررات تنگه هرمز، شناور متعلق به دشمن آمریکایی صهیونی به نام پانایا مورد هدف موشک‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. در اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است دشمن امریکایی در تجاوزی مجدد یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم را هدف پرتابه‌های هوایی خود قرار داد. در پاسخ به این تجاوز پایگاه هوایی و بالگردی آنان مستقر در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز ناوگان پنجم دریایی امریکا مورد تهاجم موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد باید عبرت شده باشد. تکرار می‌کنیم برهم زدن امنیت تنگه هرمز تاوان سختی برای ارتش متجاوز امریکا خواهد داشت.